نمایندگان ولایت فرغانه را در سرحد شهر کانیبادام معاون رئیس ولایت و رهبری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کانیبادام خوشپذیری کرده. سپس مهمانان در جمعیت سهامی به نام انجام بایمات و تکنیکای کشاورزی به سمت کشتی زیر پلانک روانه گردیده را مورد نظر قرار داده. در استفاده بهتر و ثمرناکش و رعایت تکنولوژی آن به خواجگداران توصیه و مصلحت‌های مفید دادند. باید تذکر داد که ولایت فرغانه یکی از کلانترین منطقه‌های پختکار جمهوری ازبکستان به شمار رفته. دهقانانش در کشت و استحصال این زراعت تکنیکی تجربه غنی دارند و در سمت آماده کردن چیگید تخمی از صادرات کنندگان اساسی به حساب می روند. یادآور میشیم که تا سالهای 2000 در میقات ولایت همگی 3-4 نوع چیگید مورد کشت قرار داده میشد و یک نوع آن چیگید نوع فرغانه به حساب می رفت. سال جاری در میقات ولایت کشت زیر پلانک به مساحت معین به نقشه کاری گرفته شده. دهقانان با نظر داشت تجربه سالهای 1990 2000 انداختهشان که در آن مرحله کشت زیر پلانک در همین ناحیه‌های پختکار گذرانده میشد آن را از نو احیا کردنی‌اند. سپس نمایندگان ساختار کشاورزی ولایت فرغانه از فرم شیری و مولی جمعیت دارای مسئولیتش محدود افضل زرزمین در ناحیه باباجان غفاروف بازدید به عمل آورده با روند چاره‌داری این جمعیت شناسایی پیدا کردند. از معلومات پیشنهاد گردیده برمی‌آید که الحال در این فرم 465 سر چاره‌های خصوصات مورد پرورش قرار گرفته. از 200 سر ماده‌گاو استحصال شیر در یک شبانه روز 13 تن را تشکیل می‌دهد. حالت و طرز پرورش چاروا در جمعیت دارای مسئولیتش محدود افضل زرزمین به مهمانان پسند آمد و از تکنولوژی معاصر پرورش چاروا در این جمعیت برخوردار شدند. ما بسیار خرسند هستیم که مهمان‌ها از فرم ما دیدن کردند و ما با آنها صحبتی علمی کردیم. آنها با ما یک چند مصلحت‌های بهترین دادند. ما با آنها مصلحت دادیم همچون متخصص. همین رفت و آمدها اگر بسیار شود ما بسیار نویگری‌ها ساحه چاره‌داری از یکدیگر برخوردار می‌شویم و در آینده این برای بهتر کردن سطح چاره‌داری و برای فراوانی دسترخوان مردم خیلی کمکی خوب می‌شود. بعدا نمایندگان ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان به منطقه آزاد اقتصادی ولایت سوخت تشریف آورده با فعالیت چند کارخانه‌های استحصالی حدود این منطقه شناسایی پیدا کردند و در زمینه بازدیدی خود از استحصال مال و محصولات در این کارگاه‌ها بر رشد صنعت ولایت سوخت بهای بلند دادند. همزمان مهمانان فرغانگی در دایره سفری خود به ولایت از مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند بازدید به عمل آورده با آبادی این مکان صنعت معماری خلق تاجیک رشد هنرهای مردمی زنده‌گردانی تاریخ خلق در شکل بنیاد محله‌های هنرمندان و امثال آن بهای بلند داده یک جهان تأثیرات نیک برداشتند.